یعنی واقعا برداشت تو از دین به این قشنگی اینه که خدا ثروتمندا رو دوست نداره؟ یعنی واقعا تا الان شک نکردی که خدای به این مهربونی چرا باید بنداشو به این دنیا بیاره بعد بخواد اون توی تنگ دستی و فقر زندگی کنن؟ همه پدر و مادرها صدی خودشونو برای رفاه بچهشون میذارن، برای اینکه بتونن نیازاشو تامین کنن، بتونن حال خوبه رو، اون حس خوبه رو به بچهشون بدن. بعد خدای به این بزرگی نمیخواد که من بنده از این همه فراوانی توی این دنیا استفاده کنم؟ بذار چند تا مثال براتون بزنم. ببینید ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه دقیقاً حکمتش این بوده که پیغمبر برای نشر اسلام به پول نیاز داشتن و حضرت خدیجه هم دوست داشتن این پول رو در اختیار اسلام قرار بدن. همه ائمه ما وضع مالی خوبی داشتن و اینکه فقط فرقشون این بوده که سطح بخشششون خیلی بالاتر بوده به نسبت آدم‌های عادی، وگرنه هیچ جا گفته نشده که ائمه ما داشتن توی فقر زندگی می‌کردن. حتی اصلا امام صادق توی احادیث اومده که اصلا ثروتمند بودن. حالا توی اسلایدهای بعد حتما من احادیث معتبر رو براتون میذارم. ببینید الان یه سرچ بکنید احادیث زیادی براتون میاره. بعد جالبه این که من داشتم خودم نگاه میکردم دیدم مثلا نوشته که فقیر سعادتمند است. بعد میرفتم منبعش رو نگاه کنم، نوشته بودش که نمیدونم کتاب الهادی و سرات. بعد میرفتم میدم مثلا این کتاب مثلا واقعا خیلی منبع به درد نخوریه برای اینکه بخوایم یه حدیث ازش در بیاریم، ولی احادیث با منبع درست رو حتما تو اسلایدهای بعد از ویدیوها براتون میذارم. در مورد پیامبرا، حضرت سلیمان اون ملک به اون بزرگی، پادشاهی، هر خواسته‌ای که داشتن به باد دستور میدادن، صدای حیوانات رو میشنیدن، هزار تا قابلیت داشتن. خب من این پیغمبر خدا نبودن؟ مگه خداوند یوسف رو از ذلت به عزت نرسون؟ مگه بهش پادشاهی و ثروت و مقام خوب نداد؟ یعنی خدا دیگه اون بندهش رو دوست نداره؟ خدا فقط اون بنده‌ای که توی زندگی دنیا داره با فقر با بدبخت زندگی میکنه رو دوست داره؟ نذارید این احکام اشتباه که من میگم عملا جزء اسلام هم نیستن و وارد اسلام شدن شما رو منفعل کنه، مخصوصا خانوم ها رو. حتما پستای زیاد میزنم. این چند روز اتفاقاتی افتاد که من وظیفه خودم دونستم که به عنوان یه مسلمون اصلاح کنم افکار رو در مورد اینکه آدم‌ها رو منفعل میکنه، هم کل آدم‌ها رو و حتی مردها رو و یه جاهای بیشتری خانوم‌ها رو باعث میشه که اونا هیچ کاری نکنن چون یه سری احکام اشتباه بهشون رسیده. حتما بیشتر راجبش با هم صحبت میکنیم. اگر دوست داری که باقی دوستات هم آگاهی بهتری نسبت به این مسائل پیدا کنن، این پست رو براشون بفرست و برای دیده شدن بهترش حتما برامون نظراتتون رو کامنت کنید و لایک کنید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم